روزها گر رفت گورا باک نیست، تو بیمانه آن کی جز تو پاک نیست. هر کی جز ماهی زیابش سیر شد، هر کی بیروزیست روزش دیر شد. شما هنرمندی مردمی جمهوری ازبکستان شدید. وقتی که من نو اومدم بی نهایت امین گپ و چق زیاد بود. نزدیک 800 اطلس و آدرس بر کردید. تا هستم همین اطلس رو هستم نمیگیرید. نمیگیرم. اگر موسیقی نباشد پس چی؟ پس هیچی. وقتی به گوشتون آهنگ و متن سبک میرسد مناسبت شما چگونه است؟ من نمیتونم خیلی کرده نمیکنم. صحیفه فیک بود وای صحیفه دیگه نفر از نام شما شده بود. رکلام و با این گپ و چیزا محتاج نداره. متاسفانه ما اسکاندال نیافتیم. موفقیت من در این جدا در اون است که من قدر دوستای هنرمند کم دارم. دوستی هنرمند زیاد میشد. بله. سر میشد. پرودوسر خودتون. همین ساحه کنسردوانی من رفت. من بیزنسمن نیستم که من روم بلیت فروشم. یه شما فلان قدر نرخ میگید. من فکر میکنم میارزم. من بدونم که برای مبلغ همه چی برای مبلغ نیست در این زندگی. مالا مبلغ دوست نمیدارم. شو بیزنسی موزر همین خیلی شود که یعنی زندگی هنرمند فقط از توی وابستگی نکنه. ایسی بدبینیه چیکار کنیم که در شو بیزنس کم کنیم؟ فکر و عقیده ما زندگی ماست. کدام گل رو نگینم خوب دوست میدارم. شبنم سرایا. سال 2024 سال نگینم خوب بود. وقتی که خودت شناختی دیگر شرط نیست که با این با آن یا کی یگان کسی دیگر. من خودم الان ایدئال شدم.